دوستان سلام، امیدوارم که همواره حس و حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قصد داریم که به بررسی و آموزش پلتفرم هیکتناک بپردازیم. ابتدا برای این که بفهمیم که هیکتناک چه رتبه‌ای و چه تعداد کالکتر و چه حجم معاملاتی داره، به وبسایت دپرادار مراجعه می‌کنیم و در بخش NFTs بلاکچین تزوس رو انتخاب می‌کنیم. هیکتناک پلتفرمی هست که بر روی بلاکچین تزوس پیاده سازی شده و اینجا در قسمت مارکت پلیسز وقتی روی آل کلیک بکنیم به ما نشون میده که در کل مدتی که این پلتفرم ها لانچ شدن، هیکتناک رتبه اول رو از نظر حجم معاملات انجام شده و هم از نظر تعداد تریدر رو بین تمامی پلتفرم های مربوط به تزوس داره. ما آبجکت رو هم بررسی خواهیم کرد و میبینیم که تعداد تریدرهای مربوط به هیکتناک چندین برابر پلتفرم آبجکت هست. خب ابتدا به سایت هیکتناک مراجعه میکنیم. آدرس سایت هیکتناک اینجا براتون مشخص شده. توی فایل مربوط به آدرس ها هم در دسترس شما قرار گرفته. اولین کاری که بعد از بارگذاری سایت هیکتناک باید انجام بدیم اینه که کیف پول تمپل خودمون رو که یک کیف پول برای تزوس هست به این سایت متصل بکنیم. من اینجا لاگین شدم و متصل شدم، ولی برای اینکه شما بهتر درک کنید یک بار لاک میکنم و دوباره لاگین میکنم. ببینید سایت رو کلیک میکنم که یک بار دیگه لود بشه. وقتی که لود میشه اگه روی این گزینه کلیک بکنم به من کیف پول هایی که این پلتفرم ساپورت میکنه نمایش داده میشه. من چون تمپل رو نصب دارم و تمپل رو برای بلاکچین تزوس انتخاب کردیم، روی تمپل کلیک میکنم. اینجا از من رمز مربوط به کیف پولم رو میخواد که هنگام ستاپ کیف پول ایجاد کردیم. من وارد میکنم و آنلاک رو کلیک میکنم. بعد اینجا به من گفته میشه که پلتفرم هیکتناک میخواد به کیف پول تمپل شما وصل بشه که من کانکت رو کلیک میکنم. خب بعد از اینکه کیف پول من با این پلتفرم سینک شد، آدرس کیف پول من اینجا نمایش داده میشه. این هم عرض بکنم که هیکتناک یه سایتیه که خیلی کامل نیست، ولی به خاطر اینکه اولین سایتیه که روی تزوس پیاده سازی شده، خیلی کالکتور زیادی داشت و خیلی آثار زیادی روی این سایت مینت شدن و یه مدتی خیلی هایپ شده بود و الان هم میشه گفت که خوبه. و دلیل این که نفرات زیادی به این سایت رو آوردن کارمزد بسیار پایین این پلتفرم بود. ما یک وبسایت دیگه که مکمل وبسایت هیکتناک هست رو هم معرفی خواهیم کرد و توی این سایت صرفاً یک توضیح مختصر در مورد نحوه مینت کردن کار و ثبت کار توضیح میدیم و بعد به بررسی وبسایت مکمل هیکتناک خواهیم پرداخت. در ابتدا در قسمت جستجو شما میتونید نسبت به کلمه کلیدی توی این سایت به جستجوی آثار هنری بپردازید. اینجا هم گروه بندی های مربوط به آثار ثبت شده رو داریم. HDAO رو داریم که توکن حاکمیتی مربوط به خود پلتفرم هیکتناک هست. توکن داوی مختص هیکتناک هست. رندوم برای ما به صورت تصادفی کارها رو نمایش میده. GLB کارهای 3D، میوزیک فایل های صوتی و همینطور GIF، HTML، SVG و سایر فایل ها. خب برای اینکه کار مینت بکنیم روی نیو آبجکت میتونیم کلیک کنیم. رسنت سیل کارهایی رو نمایش میده که اخیراً به فروش رفتن و اینها هم که کارها بر اساس روز، هفته و ماه نمایش داده میشه. خب ابتدا واسه اینکه کار بتونیم مینت بکنیم از روی این گزینه کلیک میکنم و آبجکت که داخل پارانتز مینت نوشته رو کلیک میکنم.
خیلی ساده از ما یک تایتل میخواد و من تایتل کارم رو وارد میکنم. از ما یک توضیح میخواد که حد اکثر باید 5000 حرف باشه و از ما تگ میخواد. تگ ها رو ما باید خودمون بنویسیم و با کاما علامت ویرگول جدا بکنیم. برای مثال دیزاین کاما ایلاستریتور و بعد اینکه تگ ها رو وارد کردیم باید تعداد نسخه هایی که میخوایم از این کار انتشار بدیم رو مشخص بکنیم. من میخوام 10 نسخه از کار رو مینت بکنم و در قسمت رویالتی یا همون کمیسیون فروش این کار توی بازارهای ثانویه رو مشخص میکنم که باید بین 0 تا 25% باشه. من همینم 10% وارد میکنم. در قسمت آپلود آبجکت این فایل فرمت ها رو میتونم آپلود بکنم و کلیک میکنم روی آپلود. فایل خودم رو که یک طراحی ساده هست انتخاب میکنم و روی پریویو کلیک میکنم. خب این نشون میده که کار ما بعد مینت شدن اینطوری نمایش داده خواهد شد و نشون میده که هزینه ای که این کار مینت کردن این کار برای ما داره حدوداً 800 تزوس خواهد بود. خب من روی مینت آبجکت کلیک میکنم. ارتباط پلتفرم هیکتناک با کیف پول تمپل من برقرار میشه و اینجا به ما گفته میشه که گس فی مربوط به مینت کردن این کار این مقدار یعنی 1 سنت هست و استوریج فی مربوط به این 24 سنت هست. من برای تایید روی کانفرم کلیک میکنم و پروسه مینت کار ما روی بلاکچین تزوس انجام میشه. خب پیام موفقیت آمیز بودن مینت برای من نمایش داده شد. اصولا باید یک پیش نمایش از کار به من نشون بده. همینطور میتونم روی ریفرش کلیک بکنم که خودم ببینم. خب اینجا نمایش نمیده. من برای اینکه کارهامو ببینم روی این منو کلیک میکنم و به بخش منیج اسیتس مراجعه میکنم. توی بخش منیج اسیتس کارهایی که من روی پلتفرم هیکتناک مینت کردم برای من نمایش داده میشه. من این کارها رو قبلا مینت کردم و این کاریه که جدیداً مینت کردیم. روش کلیک میکنم. خب میبینیم که کار ما با اطلاعاتی که بهش ارائه دادیم ثبت شده و یک عدد به کار ما اختصاص داده شده. حواستون باشه که وقتی که میخواین به یک نفر کارتون رو معرفی بکنید که توی هیکتناک بره و ببینه باید عدد مربوط به کارتون رو که این عدد هست بهش بفرستین و ایشون با سرچ این عدد میتونن کار شما رو ببینن. بدون اینکه آدرس براشون بفرستین میتونید عدد رو بخونید که برن و کار شما رو ببینن. خب عکسی که بارگذاری کردیم اینجا نمایش داده میشه. تعداد 10 نسخه از این تصویر با اطلاعات عنوان این و توضیحاتی که وارد کردیم. اینها هم تگ هایی هستن که ما انتخاب کردیم و با کلیک بر روی هر کدومشون کارهایی که هنگام ثبت این تگ ها رو انتخاب کردن برای ما نمایش داده میشه. فایل تایپمون هم اینجا مشخصه که به صورت تصویره. خب تا اینجا ما کار رو مینت کردیم و هنوز برای فروش نذاشتیم. برای اینکه کار رو برای فروش بذاریم باید روی گزینه سوپ کلیک کنیم. در بخش سوپ ما تعدادی که میخوایم برای فروش بذاریم رو باید وارد بکنیم. من 9 تا از این کار رو میخوام برای فروش بذارم و لیست کنم و یک دونش رو برای خودم نگه میدارم و قیمتی که برای هر آیتم مشخص کردم میخوام که به قیمت 3 تزوس بفروشم. اینجا به من توضیح داده میشه که 2.5% از
هزینه فروش به پلتفرم هیکتناک تعلق میگیره که در راستای نگهداری و توسعه این پلتفرم خرج خواهد شد. خب من روی سوپ کلیک میکنم و دوباره از طریق کیف پول من از من تاییدیه میخواد و مبالغ رو برای من نشون میده. من روی کانفرم کلیک میکنم و تعداد 9 نسخه از اون کار رو برای فروش میذارم یا به اصطلاح لیست میکنم. خب میبینیم که لیست میشن. برای اینکه اطلاعات دوباره به روز رسانی بشه من باید اینو ریفرش بکنم. میبینیم که 9 نسخه از 10 نسخه رو برای فروش گذاشتیم و در قسمت لیستینگ قیمت رو برای ما نمایش داده. تو قسمت تاریخچه یا هیستوری هم نشون داده که توی چه تاریخی این کارها مینت و لیست شدن. اگه بخوایم کار رو برن بکنیم اینجا باید این کار رو انجام بدیم که برای برن کردن کار باید هزینه گزفی پرداخت بکنیم و تراکنش های مربوط به ارسال کار توی قسمت ترانسفر نمایش داده میشن. خب تا اینجا مینت و لیست کردن کار توی پلتفرم هیکتناک رو براتون توضیح دادیم. همونطور که گفتم هیکتناک یک سایتیه که خیلی ساده طراحی شده و زیاد کاربر پسند نیست. ما برای اینکه بتونیم کارمون رو بهتر رصد بکنیم و همچنین کالکتورها برای اینکه محیط بهتری برای خرید آثار روی پلتفرم تزوس داشته باشند اکثرا به سایت hik.af مراجعه می کنند. سایت hik.af یک قالب با هسته هیکتناک هست. یعنی قالب سایت یک حالت یوزر فرندلی و کاربر پسند طراحی شده، در حالی که هسته مربوط به این وبسایت همون هیکتناک هست. ما از اینجا میتونیم با متصل کردن کیف پول خودمون اطلاعات مربوط به کیف پولمون و کارهامون و همه چی رو اینجا ببینیم. برای این کار روی منو کلیک میکنم و سینک اکانت رو کلیک میکنم. دوباره همون پنجره برای من باز میشه و من تمپل رو انتخاب میکنم و روی کانکت کلیک میکنم. بعد از اینکه hik.af به کیف پول تزوس من وصل شد، من منوی خودم رو میبینم که منو به آدرس کیف پول من تغییر پیدا کرده و موجودی منو نشون میده و وقتی که روش کلیک میکنم یک اطلاعات دیگه ای نمایش داده میشه. مثلا با کلیک بر روی پروفایل من میتونم به پروفایل خودم مراجعه بکنم و دسترسی داشته باشم به اطلاعات مربوط به پروفایلم. خب میبینیم که در اینجا خیلی زیباتر نسبت به سایت هیکتناک کارهامو برای من نشون میده. من این دوتا کار رو قبلا مینت کردم، این کار رو با هم مینت کردیم و اینجا دسته‌بندی شده و تصاویر به صورت کامل برای من نمایش داده میشه. میبینیم که اطلاعات مربوط به هر کار نمایش داده میشه و اینجا یک منوی دیگه داره که بخش‌های مختلف مربوط به پروفایل من رو نشون میده. در قسمت کالکتورز کالکتورهایی که از من کار تهیه کردن رو نشون میده. در قسمت کالکشن فعلا چون من کالکشنی ندارم اینجا اگه کالکشن داشتم نمایش میده، ولی چون توی وبسایت هیکتناک امکان ایجاد کالکشن وجود نداره هیچی نمایش نمیده. در قسمت فورسیل کارهایی که برای فروش گذاشتم رو نمایش میده. قسمت اکتیویتی گزارش مربوط به کارهای مینت شده است که چه تایمی مینت شدن. 6 مینیت اگو این کار مثلا 6 دقیقه قبل و این کارها 2 ماه قبل لیست شدن. همچنین برای نمایش جزئیات مربوط به کارها روی هر کار کلیک میکنیم و اطلاعات بیشتری نسبت به اون کار برای ما نمایش داده میشه. اطلاعات هم به صورت بیشتر و هم به صورت شکیلتر برای ما نمایش داده میشه. ببینید کی مینت شده، چه نسخه ای مینت شده، رویالتیش چقدره، فایل تایپش چیه، توضیحاتش چیه، تگ ها رو چقدر خوب نمایش داده و اینجا آدرس کیف پولی که مینت شده
و تعدادش و همینطور اطلاعات مربوط به قیمت و سایر اطلاعات. در پایین هم سایر کارها رو برای من نمایش میده. از این منو هم میتونیم دسترسی داشته باشیم به سایر اطلاعات. اگه بخوایم کار اورجینالمون رو روی IPFS ببینیم و اطلاعات مربوط به IPFS رو ببینیم، روی این کلیک میکنیم. کار تصویر اصلی و اورجینال رو بخوایم ببینیم، روی این کلیک میکنیم و اطلاعات دیگه. برای شیر کردن آدرس از اینجا میتونیم توی توییتر شیر کنیم یا توی واتساپ شیر کنیم یا لینک رو کپی کنیم که همین لینک میشه و همین عدد مربوط به کار هست. و برای برن کردن کار روی این گزینه باید کلیک کنیم و کار رو برن بکنیم. برای ترانسفر هم روی این علامت کلیک میکنیم و آدرس گیرنده رو اینجا وارد میکنیم و ارسال میکنیم. همینطور اگه بخوایم که سایر امکانات مربوط به سایت hik.af رو بررسی بکنیم، میبینیم که برای ما امکاناتی مثل بچ فیچرز فراهم کرده که ما میتونیم چندین کار رو به صورت دسته جمعی لیست بکنیم یا سوپ بکنیم که اکثرا برای کارهای کالکتبل استفاده میشه و کارهایی که بالای 10,000 آیتم دارن. از قسمت پایین هم میتونیم کانال دیسکورد مربوط به این پلتفرم رو فالو بکنیم و همچنین کانال توییتر مربوط به hik.af. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و براتون مفید واقع شده باشه.